وارد تهران که میشه میگه من چی رو درست کنم؟ جزام تراخوم بهداشت نداشتیم، شرف نداشتیم، آبرو نداشتیم، حیثیت نداشتیم، ما هیچی نداشتیم. یک مش جانور به اسم ملت. ما قیافه همون عین جک و جونور بود، دروغ نمیگم، عکساش هست در اواخر دوران اون بی پدر و مادر ولگر احمد ولگر رفت گفت من لبو فروشی رو به پادشاهی در ایران ترجیح میدم، چون دید نمیتونه جمع جور کنه. چی رو جمع جور کنه؟ تا خرخره دولت روسیه و انگلیس محفوظ بود. فقر، فلاکت، بیماری، بدبختی، فحشا، دزدی، اعتیاد، راهزنی، میرزا کوچکخان انگلی از اون طرف، شیخ خزعل از اون طرف، اون یکی از اون طرف، اون یکی از اون طرف. یکی میگفت من والی فارسم، اون یکی میگفت من گردن کلفت قوچانم، اون یکی میگفت من بزنم تو کاشون، اون یکی میگفت من عربده کشم تو بلوچستان، اون میگفت کردستان مال منه، اون یکی میگفت لرستان مال. هیچی نبود. تمبر ما رو روش مینوشت، تو تمبر ما تمبر پرسی مینوشتن ممالک محروسه ایران. خب برید بخونید.